سلام و درود به چنل رضا استیار، خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم تا آخرین هیوی تانک آمریکایی یعنی M103 یه ویدیو خیلی خفن بگیریم. ولی قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیو، باید بپردازیم به یه مشخصات کلی و نه دقیق. از مشخصاتی که میتونیم بهش توجه بکنیم، یه توپ 120 میلیمتریه که میتونه 4 نوع گلوله، شوت، شل و هیت فس شلیک بکنه که تیرای خیلی خوبی هن و در کل میتونیم باش انمی زیادی بزنیم. حداقل پنش 300 و حداکثرش هم 380 تاست که میتونه تمامی تانک‌ها رو توی ریت خودش تا ریت‌های بالاتر هم پن بکنه. یک کوچولو ریلودش زیاده، ماکسیموم ریلودش نزدیک به 19 ثانیه است و تو بهترین حالت میرسه به 15. ماکسیموم سرعتش هم به 33 کیلومتر میرسه که میتونه این بزرگمرد رو به میدون نبرد برسونه. در کنار این تانک خیلی خفن قراره یه هواپیما به نام AD4 بیاریم که کلی مهمات هوا به زمین خفنی داره و ایتن زمانه خودش بوده. امیدوارم که از این سری ویدیو خوشتون بیاد و اینکه یه دونه چنل خبری برای وارتاندر ساختیم توی تلگرام، لینکش رو اضافه میکنم توی دیسکریپشن و برای مد کردن این ویدیو لایک فراموشتون نشه. اگر سابسکرایب کردید یه همتی کن و چنل رو ساب کن تا سریعتر بتونیم خانواده‌مون رو بزرگتر بکنیم. آجی 77 سر افتاده. من میریم سمت سی. محمد چپ من داره میاد، از اینجا داره میاد. استالینیوم آشنا بشه. استالینیوم چیز خاصی نیست محمد، زیاد نرو جلو و راست. محمد زد به لول من، زد به تانک. محمد لول من زد. محمد من کیت تعمیر ندارم، بیا عقب. بیا عقب تو قبرش ببره. اگه نمیخورد این میمرد، این بدبخت میمرد، چینیه میمرد. او محمد راست، محمد راست. خط اون بره بگم، خطی بره بگیرم. باشه من دارم میرم جلو. من ریدم ترکم کرد. 30 ثانیه تعمیرم، توپم بالاش رد شد. بسر حالا همونجا فایت بده تا من این پشت دورشون بزنم. یکی کلید زدم، 2 تا کلید زدم. یه مارک بده اگه هستن. البته یارو پشت اینه، پشتی تپت. وای اوناش. من این دیدمش پشتشم. محمد یکی بالا. محمد اینجا بالا. نکن تا چند ثانیه دیگه دارم ریلود میکنم. نزنیش میزنمش. تو دیدمه الان میزنمش. محمد آمریکا، این آلمانیه. کریتشو دادم، تورتش خالیه، کنون بریچ هم شده. زدنش. ایزی. من زدم. بیا سمت من. او کجا؟ تاینی تو راکت. بوم. محمد تاینی تو اولی خورد. میدونی خب کدومه؟ کدوم؟ آره. محمد چیز یزیدیه تاینی تو. محمد صدا دارم از پشت تپه‌های شنی اینجا، مواظب باش. اینش دیدمش. زدمش. پنته تایگر 2. برو یا علی. محمد تایگر 2 رو به ازای ننه. محمد تیرم خورد بهش، هیچیش نشد. تایگر 2 رو حتی با این پیک نده. فقط تایگر 2 فقط بغل بابه. نه بابا بغل چیه؟ تورت تایگر نمیدونید میره تو تیر؟ میدونم میره تو. من بغل میزنم، ریس نمیکنم از جلو بزنم ببینم نمیخوره داخل. وای محمد یه تایگر دیگر هم زدم، هیچیش نشد. محمد یکی هم جلومه. اصلا ولکو تایگره. وای سری من بمبش میکنم. سری بیام. محمد این که جلوم بود و زدن. اوکی یکی دیگه این وره. مارکم. یکی دیگه این وره. این دارم میرم براش. اینم زدن. زدنش. اینجا خودم میزنمش. بوم. زدمش. اوکی محمد سمت هول محور اینجا بچرخون. نقشه مارک کلی دادم همه ببینن.
زدم هواپیما رو زدم. وای داریم بی رو من فقط بی رو گرفتیم ما هیچ جای دیگه رو نیومدم بچه ها کمک. میبینیم تک تانک هم حال میدم. یه زمانی تک تانک برام واقعا سخت بود و عذاب آور و فشار آور. پشت این خونه صدا دارم. قبلش هم مارک شده بود لایت تانک. تو کلا دیگه تو این ریت لایت ها میرن بالا. تعداد لایت ها هر کشور 2 تا 3 تا داره دیگه. حالا فکر کنم هر پلیر هم که میاد لایت چیز بدی نیست. رتل بود فکر کنم. چی بود؟ آره رتل بود. با تیربار هم زدمش. رضا اسپانیشون هست. دیدم با تاینی تو میریم سراغش. بزن بوم چیف زدمش. حواسم باشه ایر نه پیسن. رضا برو سمت راست. کارش نمیکنم دارم میبینمش. یکم جلوته. ریدم. حواسم نبود روی بمبم نبود. اگه دقت کنید سینه رفتم برای بمب. هواپیما پشتمه نه؟ آره هواپیما ارتفاع زیاد نبود. 2 تا کیل بیشتر نگرفتم. اگر ارتفاعش کم بود با چیزم میمرد. زدیش؟ یکی دیگه آخه مرد. نه هلیکوپتر زد. اینجا محمد. اینجا زدمش. لئوپارد که من زدم. محمد جلو تو یه کوچولو پاک کردم. فکر نکنم کسی باشه. محمد ماوس رو زدم. لول اصلش اومد پایین. کنون بریچ هم شد. یه دونه خدماش هم نارنجی شد. قرمز شد. محمد تیر من تو ماوس میره. هر جاشو بزنم پن میشه. تیر من دقیقاً تیر ضد آرمور. وای زدمش محمد. زدمش. الان فقط ماوس زنده است. مارده رو زدم. برو بالا دیگه. چه جونی میکنه ولی انجینش قویه. جلوم تایگر 2 داره دور میزنه. تایگر 2 مرد. تایگر 1 رو زدی یا نه؟ یکی اینجا محمد صداشو دارم. پشت تپه دست چپ منه. پشت تپه